آقا سلام درود خیلی خوش اومدید. تورنمنت داریم اینجا که خودم باش برگزارش کردم. این 12 نفر عضون. قراره آقا یه ریاکت بریم. یه 32 ثانیه دیگه هم میونه شروع میشه. همین اول بگم خب لایک کامنت سپامیش نشه. ایتو هم داخل دیسکریپشن براتون میذاریم. داخل کپشن یعنی داخل کامنت هم میذارم، روش کلیک کنین. قشنگ میرین داخل برنامه ایتو رو پیوستن کلیک کنین. 11900 تا اونجا بعد 12 بشین براتون یه دونه تورنمنت میذارن. این بار با جوایز. حالا این بار گفتم بدون جوایز باشه که میشه گفت تمرینیه و کلا کلن اومده و چند نفر از تلگرام از رفیقا دعوت کردن و دمشون گرم اومدن. خیلی عالی. الان بچه‌ها میرن بتل و یه ریاکت خیلی جذاب میگیریم. این دو نفر خوردن به هم. خیلی هم عالی. الان میریم یه ریاکتی رو میگیریم. خیلی هم عالی. بریم سمت پلیر. میشناسمش، اسمش محمده. خود پارسا. بله این هم پارسا هم از رفیقای ما دعوتش کردیم. خیلی هم عالی. نت ما هم که متاسفانه که اذیت میکنه. با لاگ بیت اومده. حریفم لاگ بیته. ببینیم کی لاگ بیت بیشتر تمیز سر پلی میده. این نو پلیر که من میشناسمش اسمش محمده. عرض معروضیتون که مدیر کلن هم هستی، هم کلنی که ما هستیم. مدیر شینه، دمشو میگم. بعد داخل تورنمنت ما افتخار داد. خب اینجا که از ما معذورتون گوبلینگا رو انداختن. خب گوبلینگ حریف زنده مونه. به نظرم دفاعش بکنه با آیس اسپریت. خب آیس اسپریت اشتباه بودش. و به هر بتل هم نمره میدیم. پرنسس بشه داره ترتمیز. حریف نایتو دیر انداخت. بعد نایتو از اینجا مینداخت. دیگه دیره. نت ما مگه ول کنه. چون من با وی پی ان چی اومدم؟ یوتیوب اومدم. وی پی ان بازی نیستش. دیگه حوصله‌اش هم ندارم برام عوض کنم. اینجا شما ببینین دوستان، شما این سه تا گابلین اینجا هستش. خب میخوای اسپریت چیزی بنازیم بر دفاعش، بذاری یه دونه از این سه تا گابلینا خب بزنه به تاور، بعد بنازین. و اینا اون سه تا همزمان با هم بزنن به اسپریتتون، شما میمیره اسپریتتون. بخاطر همینم نمره کمی میدم. خیلی عالی. سه نفر داخل لایون. چه جالب. خیلی عالی. ایموت بدیم بفهمیم ما داخل لایو بشیم. بازی رو میشه گفت جلوه. البته این بزنه بازی یه 200 عقب. حوصله ندارم برام ماشو فیلتر شکن عوض کنم. همین ماشو بزنیم باش، مهم نیست. بازی آقا تمام. باید بریم ماشو عوض میکنیم. عوضش میکنیم. ماشو ببخشیم واقعا اذیت داره میکنه دیگه. تا آخر ویدیو که نمیتونم. ویدیو بچه 1 ساعت تورنمنته. اینو بهتون بگم 1 ساعت تورنمنت. ما الان چند استارت ویدیو رو زدیم؟ 4 الان 46 ما چند استارت زدیم؟ 4:35. خب میشه گفت تا 5:35 ما ویدیو بگیرم. خب خیلی سخته. بخوای با این اینترنت اینجوری تا کن اچ شد اینترنتم برگام. حالا ببینیم من چی میشه. من کات بدم میگم. چه داره اذیت میکنه نامرد. البته من چرا وی پی ان روشن نکردم یادم رفت. خب درست شد ببخشید دیگه. الان میریم داخل لایو بچه‌ها و از اونجا براتون میگیرم دیگه. البته نه دیگه همین الان با هم میریم بدون هیچ کاتی و چیزی. با همون نو پلیر رو نگاه کنیم. محمدو اگه بیاره این کلاش رویالمون نو پلیر خیلی هم عالی. تورنمنت بشه جذابیه. بله ما داخل لایوش بیایم. نه تاور گرفت. حالا من که بازی رو ندیدم چجوری گرفت، ولی خب حالا من نمره میخوام بدم. بخوام همون جایی که دیدم میخوام بدم بهش 5 میدم مثلا. و آره بریم الان مچ بعدی از کی بگیریم. حالا سر شما مچ بازی دوستانه است. این دو نفر با هم خوردن به هم دیگه. از احسان بگیریم یا کی بگیریم؟ از امیر کرد میگیریم. امیر کرد درسته دیگه اسمش که خود به این بی اعصاب. یارو کلاسیک هم داره. خیلی عالی. وای به به. لاوا ماینر لاوا اده کردیف. این هم ماینر پویزنه. بچه با لاواست. خیلی هم بچه بدبخت شد. ببینم چجوری اینجا پلی میده. لاوا کلاسیکه تمام کارش. اورژن تسلا اومده یکم شانس داره ولی خب زیاد نباز. باید ارزم بخوام به حضورتون بگم خیلی ترتمیز اضافه کردم. من نمره بالا بهت میدم به همین ترتمیز اضافه کردم. خیلی دمشون هم گرم واقعا اومدن و چی گفت قلم رنجه نمیدونن. یعنی اگه درست گذاشتم. و خب اینجا یکم گابلین حریف خیلی بد انداخت. یه دونه گابلین به اونجا دمیج زد. بازی جلوه ولی خب قطعا بازی هیچ وقت به نفع این ماینر پوزیشن به مراد اون نمیچرخه. چرا؟
چون یه لابو بالون کنه حریف و یه اسکلت داره کامپوش فکر نکنم دیگه دفاع بشه. حالا اصولش با بوم تاور حالا نمیدونم تست چرا لابو بهش نخوره است. خیلی هم عالی لابا رو جلوی اینفر دراگ میره. اکسش برای بالون نمیرسه. البته الان میرسه دیگه. آره میرسه. خیلی هم عالی. بالون اومد بندازه و اینا حیف میشه. اوه بالون نمیبره. اوه چه آختستا که میسته دیگه. ماشاءالله. ولی با یه دمج بالون رو دفاع کرد. دمش کرد. خیلی قشنگ پایینی پلی میده و بالایی زیاد در آن نه پلی خوب نمیده. ولی منم با لاوا بازی کردم. مانع پوزه نمیتونه دقایق اول بازی تا اکسی 2 برابر نشه بهش زیاد دمیج بدیم. بعدیش دیگه نه اگه اکسی 2 برابر 3 بر دیگه با شماست میشه گفت مچاپ. دمشون هم گرم. اینجا با یه لاگ یه چیز بنداز ماشاءالله نایتو انداختی ولی یکاش با گوبلین چیزی میگرفتی. خب حریف داره پر میکنه. آره دیگه اکسی 2 برابر دیگه مچاپ با حریفه. با اکسی 2 برابر 3 برابر دیگه مچاپ کاملا با حریفه. یه بالون منو میاد پوشش اصلا عمرن دفاع بشه. اون حمله چجوری میخواد دفاع بشه؟ خب برابر تکامل این و خیلی هم عالی بالون ترجیح میده نه اندازه بخواد برابر تکامل زده حملهشو به اصطلاح بزنه. خیلی هم عالی بالون الان انداخت وقتی که دیگه تستاش خود دستش نیست. خیلی باشه اون بالای بد بره پلی نمیده ولی چه جمع کرده و خیلی داره قشنگ پلی میده امیر کرد. خب اینجا لاگ ماشاءالله ای ماشاءالله ولی یه دونه گابلین میشه نگرفت. اگاش ماینر رو حداقل از اینجا مینداخت اگه تو ماست لاگ پیش بینی بزنیم که اگه انداخت با لاگت همش از بین بره. اینجا انداخت یه دونش میشه نمیتونه از بین بره. نقطه‌ای که بهش اشاره بشه. ماشا با حریفه به نظر من 20% پایین شانس داره. الان هم خیلی داره قشنگ دفاع میکنه. با یه دریوری بنداز. آخ فریز داره نامرد. قشنگ اسنایپ دوست کنه من اون بالای اسنایپ کردم. بعد بازی تمومه. بعد چرا خب فریز داشت اصلا یعنی مچاپ 100-0 میتونم بگم هستش. فریزن داشت با این وضعی که داشت پیش میرفت به نظرم ماینی پوزه خب میتونست بزنه. حالا اگه بیاره بریم نخواه که رشویان اگه بیاره ببینیم این پایین ماینه چه خبره. این پارسا هستش بررسی بکنیم ببینیم چجوریه. گود چقدر پرو پلیر داخل چی هستش گرند و کلاسیک و رنگ کن من کن. خب لاگ بیته درسته لاگ بیته میشناسیمش دیگه این محمد خورده بود بهش. خیلی هم عالی ماشاءالله دفاع از پرنسس خیلی قشنگ اینجا پلی داد. آخ اون یارو هم ماینر پویزنه فقط نمیدونم چرا اینفر داره. ما بوم تاورش دیده بودیم بوم تاورش اصلیشه بالا با تستاشو دیده بودیم ولی اینفر نه کنم مثلا بخاطر لاوا مثلا که لاوا مثلا نتونه زیاد کرمش بریزه. اینجا خیلی هم عالی اینفر نه تعریف انداخت دیگه بعد اضافه روی بوده به نظر بنده. ماینر رو میندازه که بالای ماینر پویزن نمیشه گفت ولی نمیدونم چرا اینفر داره. گابلین گنگ بدی نبودش نمره خوبی بهت میدم خودم گابلین گنگ. به مچ قبلی هم من به اون پایینی 9 میدم. آره فریزنش میزد. آره تشویقش کنیم من میگم خیلی راکت ترتمیزی زد انصافا و حریف هم میتونی قشنگی زد با اینفر همش دفاع میشه. یه لاگ هم بزن من میگم یه لاگ خوبه. پویزن هم که حریف میده میخوره به کینداور خیلی بد داره بازی میکنه سوتی رو زیاد میده. پرنسس نباید مینداختی خب نایتش زنده است دیگه من نمیبینی. یه لیتر پرنسس خیلی تمیزتر واقعا خیلی تمیزتر داره. ماینر پویزن داره کامبک میزنه. آره یه ماینر پویزن کنه میشه گفت کامبک رو زده با یه لاک. یه پویزن هم بزن نمیزنه دیگه نمیدونم چرا الان دیگه پویزن دیره. گابلین برل بدی نبود ولی خب بدون دمیج نه یه دونه دمیج زد. خیلی هم عالی داره این دوست از پلینه پرسا. خب ببینید دوستان یه پ داره ای داره پرسا دیگه پارسا نه آره درست این دسته اشتباه خوندم. خیلی هم عالی خیلی دفاع تمیزی کرد ولی باید حمله کنه به اون. اینجا راکتو باید بزنی میدونی که راکتو بزنی ماشاءالله. برل هم انداختی خیلی هم عالی. چه برای راکت تمیزی بود و بخاطر همین هم بازی برد. برای انداخت که
شما راکت بذاری برای بندازی پشتش احتمالاً یارو نبینه رو برالو و خب دفاعش نکنه و یهو بیاد بگه یو برابره میاد رو تابه رو کلی دمیج میده. برابره نه خیلی بافت دیگه میبینی. خب بریم برای مچ بعدی داخل تور چیه تورنمنت. خب اینجا 2 نفر هستن، جوکر و امیر کرد. واقعا نمیدونم کیو بررسی کنم، انصافا نمیدونم. بریم ببینم این دوست عزیزی میره. 14 نفر داخل تورنمنت هم بنازم. تیگر این دنبال ایشونه، این میشناسمش، خیلی دوستم بر بتل. خب بریم حالا کیو بررسی کنم، همه واقعا زیاد داریم. نو پلیر رو بررسی کنیم. محمد رو بررسی کنیم. محمد نبودی ببین خورده به اولین نفر تورنمنت، خیلی هم عالی. بازی هم جلوه با لاکبیت داره، خیلی قشنگ بازی میکنه. البته زدشه، زد اوکساکل لاکبیت داره. اوکساکل 2-6 در برابر لاکبیت. ماچو با لاکبیت ولی عقب محمد. بریم ببینیم چجوریه. خیلی عالی. اینجا میشه گفت خب با این فر دفاع میشه. بله این فتاور خیلی خوبه داخل مچاپ، خیلی عالی. بازی عقب محمد خیلی بده، واقعیت این موضوع خیلی بده. به بچه‌ها هم گفتم که میخوام ریاکت رو بگیرم دیگه، کپه نشن یا بگن کی داخل لایو ما. خیلی عالی. خوبه اینجا با یه دفعه میدون بزنه اگرادرش. نه اسپریت نخ نمیزنه، قطعا نمیزنه. اون اسکلتا رو بگیره، اون خطرناکه. من بهت بگم اون خطرناکه. وای خاطر اسکلت تکامل یارو میبره. گفتم بهت خطرناکه. اسکلت تکامل اصلا خیلی باشه، اصلا بدون هیچ منطقی یهو میگیره رو کینتاور 3 شدید. یک شما نمیتونه سه کنه. البته شما باید فکر بازی خوبی داشته باشین، به موقع بندازین. یارو هم قشنگ پلی داد انصافا. به من نمره 8 میدم. آره کیو بررسی کنیم؟ آها این من شما میشناسمش اینو. یکی از پلیرهای کلنه. خود من همین دوست عزیزی که داخل کلنه، خیلی عالی. جنگل اسپارکی اسمش نمیدونم اگه درست میدونم. البته دیروزم باهاش داشتم دعوا میکردم. حالا کلن یه مشکلی پیش اومد و زده بودمش یه نفر رو بی امش کردم. حالا فرندی بتل هم بودش داخل کلن. باشه این گفتش گفت بیا با من بتل بزن و تونستی منو بردی بیام با من، یعنی چی منو بیام کن. منو باختم ازش، چی شدش؟ دعوا شد دیگه. بعدش حالا الان خوبی، مشکلی نداریم. خیلی عالی. جنگ نسبتی در یه دکی خلاه بالایی. اونو میگیرم چه دکیه. آقا کلن گفت من با این میزنم، میچستمش. خب یه تیر رو میشه گفت تمام کار جا یه دونه میزنه و بریم بیرون دیگه. بریم بیرون. مثلا بعدی‌ها رو بررسی کنیم. اصلا خوب پلی داد اینجا. آره تتمیز پلی داد. مچو بعدی رو استارت کنیم. من میگم یعنی مچو بعدی استارت کنیم که بریم بعد مچو بعدی. واقعا اسم مچو همه کسانی که داخل کلنم پرو پلیر میونه، یه گرند دارن، یه کلاسیک دارن، رنگی چیزی دارن. خیلی دوست دارم کامی داخل اینجا بودش. کامی من بهتون نشون بدم. حالا یه ریاکت هم ازش گرفتم، اون اصلی ریاکت قبلی آخریه، ریاکت محمد موز. خیلی قشنگ پلی داد یعنی محمد موز. انصافا خیلی باحال حال کردم. یارو متأسفانه اکانتش فروخت. این بعدیشه. حالا گفت میارم بالا بهتون لینک فرند میدم. خیلی عالی. کی بررسی کنیم؟ از این پایینا سامان رو بررسی کنیم. من میگم به غزل این بار این مچا چی بهش میدم؟ میگم خورد محمد بناسم. خیلی عالی. بهش 9 میدم. مثلا تمیز پلی داد. آره اینجا ایدراگو انداخته علی. فکرش واقعا نمیدونم چیه. میتونه گالم باشه. گارد باف شده دیگه، با هر چی میارنش. فکر کنم گالمه دیگه. اینجوری که برای داره. گالم که فورکرکر نداره. اون ایولوشن. خیلی عالی. محمد با لاگبیت خوب داره میاد بالا، بد نیستش. اینجا برالو میندازه، بعد راکت میزنید دوست عزیز. اینو بهت بگم الان کلی بازی عقب افتادی محمد. تورنادوی بدی نبودش از حریف. خیلی عالی. یادم نره بچه‌ها نمره بدم. من نمره سختگیرم میدونین. من الکی به نمره 10 نمیدم از 10. و ببخشید اینجا برابره میشه گفت خوب، خیلی خوبش بدون دمیج دفاع کرد. خیلی هم عالی. یه کرکر داره از تعمیره.
خب خیلی هم عالی. لامبرجک اینجا برابرتون نمیداخت وقتی میدونی دوست از لاگ بیت دیگه برابرتون نندازی جلو لاگ بیت بدون اسپل باشه دخلت اومده، اسپلت هم بندازی بره که دخلت اومده. اینجا خیلی بد دفاع کرد محمد، انصافا دستش راضی نبودم بخواد اینجا. خیلی هم عالی کالکتر میکنه، کالکتر خیلی هم عالی. واقعا نمیدونم چه گولم با فورک رکت ندیدم ولی خوب شاید هم جدیدن میارن. باید ببینم 2 تا اکسیر میده، خیلی هم عالی کالکترش. چه ایموتای ترتمیزی میدم بچه، یعنی محمد به مشه یه دونه ایموت از شاپ بگیریم. خیلی اوزاخیده. اون پرنسس یه دونه دیگه هم میزنه، خیلی هم عالی. داره میره برای حمله قشنگ مریض. یه دراگ هم پشتش، فورکر ایموت هم که داخل دست الان دیگه. خیلی هم عالی. یه الکتور دراگ و فورکر ایولوشن که داره قشنگ داره بازی کامک میزنه. بدون زن نیدو یکم گند زدی واقعا، یکم که چیه خیلی گند زدی. دفاع از فورکراکر کن، من به نمره بالا میدم این کارو کنی. ماشاءالله خیلی عالی. میشه گفت محمد داره بازی عقب میفته، البته هنوز جلوه 400 تا، ولی خب چقدر لول اکانتش هم یعنی کمه، یعنی از همش 10 11 13. خب بعد دفاع نکرد بالا یعنی محمد. گولم خیلی ترتمیزی بود. میشه گفت پیش بینی بگم یا نه پیش بینی اصلا کسی گولم اونجا نه، ولی خب پیش بینی بودش یارم. گوله پیش بینی قشنگ با پیش بینی با گولم ندیده بودیم دیگه که دیدیم. این سامان اف سی داره خیلی قشنگ پلی میده ها. اف سی نمیدونم حالا اف سی چی منظورش، اصلا اف سی مگه داریم؟ بلکن بازی آخاخ این ایدراک خیلی کامک تمیزی زد. اون دیگه مچا زدشه انصافا. بخوام بگم یکم مچا با حریفه اینجا هم که تمامه دیگه. آره ولی خب اسپلی نداره جز نیدو. آخ گولمون رفت. یه برابره ترتمیز. خیلی هم عالی. یه چند تا ایموت هم بدیم. من میگم خیلی بچه تورنمنت داشته باشیم حال میده. و میگم بچه 100 تورنمنت آقا، الکی ما اینجا نیومدیم اینجا صحبت کنیم. چه برابره رو میندازه. نیدو بدی بودش ولی خب اون گولمه دخل هوا رو میاره. هرچی برش بندازی اون گولمه تکه پاره میشه و میزنه. تمام. خیلی تفتم اسپلی دادیم پایین سامان اف سی. این ویدیو رو میبینه که نمیبینی احتمال زیاد دمت گرم. قشنگ پلی دادی نمره 10 بهت میدم. خیلی قشنگ از فورکر اونجا استفاده گفتم اگه نمرت بالا بشه یعنی منظورم خوب پلی بدی نمره بالا بهت میدم. اسم 16 نفر داخل تورنمنت ها. خیلی عالی. بی اعصابو دارین اینجا. نفر اول احسانه با 3 تا برد. کیو بررسی کنیم باشه من نمیدونم. علی هم که اینجا داره بتل میزنه. بس من اینجا چه خبره. دونیت توی ویدیو نه ولش کن برش بگیم. خب بریم برای مچ بعدی از غزل ببینیم. غزل ببینیم با لوا داره چه کار میکنه. خب بریم علی همین که داشتیم میدیدیم. خیلی عالی. بازی جلوه و یعنی داورش هم گرفت. بریم بیرون از لایف یه تشویقش هم کنیم دیگه تمومه دیگه. اصلا مگه تاور میده اون اسپلت شورت نمیده. بس بریم بیرون دیگه. واقعا اضافه رویه بخوایم ببینیم آقا ما همه رو بررسی کنیم. حداقل یه بار شده بعد همه رو بررسی کنیم. چقدر دیگه از تورنمنت مونده؟ فکر کنم یه 35 دقیقه مونده باشه. ببینیم حالا از جوایز بعدی یعنی از اون تورنمنت بعدی جوایز میذاریم. حالا این بار گفتیم اختصاصی حالا بدون جوایز باشه. 41 دقیقه دیگه مونده. یا قدوس محمدو دوست دارم ببینم. سامان اف سی رو بریم بررسی کنیم. بریم سامان اف سی رو بررسی کنیم. میتونه به هم خورده باشه به نوک پلیر محمد. نه خورده به همون گود مای قبلا دیدیم یه بازیشو. سعی می‌کنم از همه بگیرم دیگه. سامان اف سی داره از بازیش خوشم میاد. از اون گولمی که داره پلی میده خیلی دوست داره خوشم میاد. بالایی چیه؟ ریمیلی دیگه اشاره. ریمیلی درست. ماینر کوزن نیست. چند دقیقه ویدیو شد؟ 19 دقیقه. خیلی عالی. 41 دقیقه هم مونده. یه گولمو میندازه. خیلی گولم ترتمیزی بود. ماینر نه چه احمقیه اون بالاییه. بعد ماینر مینداخت رو کالکتر. الان جای الکترو دراگ با یه لامبرجک پشتش چجوری میخوای دفاع کنی؟ برات نگرانم برای بالایی. مرسی نیدو. خیلی نیدو ترتمیزی بودش.
اینجا هم که میزدی پس شما، اینجا هم که پس شما ایفل تاور تو میزدی به نازم. خیلی داره سامون اف سی قشنگ پلی میده با اینکه دیر اومد داخل تورنمنت، ولی خیلی داره قشنگ پلی میده با این ورژن دسترس گولمش. ماشاءالله اصلا چجوری با اینقدر داره تمیز پلی میده من واقعا نمیدونم. ببینیم چجوریه دیگه. اون بالا باشه ولی کرد. بله داشت با اون سوتی که بدی که ورزه مروزه. بچه همین الان فوتبال شروع شده. من بچه دارم اینجا میبینم، بریم ببینین بعدش بریم ویدیو ما رو ببینم. تا شما دارین ویدیو میبینید تموم شد. حالا ایران و ژاپن خیلی جالبه. البته فوتساله. غزل نفر اول. بریم ببینیم به کی خورده. خیلی دوست دارم بدونم. 16 نفر داخل لایون. بریم فوتبال هم ببینید دیگه. البته شما دیدین احتمال زیاد. خب هم علیه هنوز داخل همون مچابه. دوباره بهش خورده بالا که لاوا اومده. حالا داره دکای مختلفی داره میزنه. بچه‌ها برم یه جا دیگه سرسات اینور خیلیه بابا خیلیه. خب لاوا بالون داره میزنه اینور. خب اسپلاشر بالایی که همونی که با جای گونه پسش چوبید. حالا تورنمنت دوستان هست دیگه. خیلی مالی از تورنمنت دارم لذت خیلی دارم زیادی میبرم. ماشاءالله بچه‌ها. این شارژر سرایی هم شما بیاریم بریم داخل پتو سرد. اون چیزی هم یارده بخورم بابا یادم رفت توفتش. خب سه شد تمام. سه شد. به قضیه من بازیشو باید تا آخر ندیدم. بس عمری نمیدم باید. خیلی مالی. بچه بریم داخل پتو سرد صد داخل همین اتاقم باید بخوره روشنه. خیلی عمالی. خب کیو بررسی کنیم؟ سامان که فعلا نرفته باته. محمد رو بررسی کنیم. اول کلن رو بررسی کنیم. من میگم محمد این پای ماینه علیه. محمد این استار هیدن رو ماشون بررسی کنیم که حداقل از همه یه دونه رو گرفته باشیم. خورده همین جوکر که یکی از دستاز پلی میده. خیلی عمالی. بوده که ماینر پویزن یارو هم نمیدونم چیه. من میدونم یارو چیه. آره آخه کرن گفتش که با این دک بیام. گفتم نمیدونم میخوای بیا. شبیه بالون فریزه دیگه ولی خب زیادم شبیهش نیستش. این عمالی بازی و این استار هیدن خیلی جلوه. دمش هم گرمز. واقعا بچه ارادت دارن که میان داخل بدون جایزه میان داخلش. ولی بچه من واقعا قول میدم که براتون بذارم از این بعد یعنی با جایزه بذارم. خب این بچه هم زیاد ندیدم ولی بهش بخوام نمره بدم 8 میدم. اون نایتکو هم نباید اینجا بل میکرده. تو وقتی میدونه اسکلتون میداره نباید اینجا بل میکردی. میخوای بندازی بعد داخل دستت آماده باشه. تو قطعا اسکلتون میندازه. خیلی عمالی. اینوس عزیز نفر دومه. چه پلیری بچه. غزل هم رفته بتل. کیو بررسی کنی؟ نفر اول یا ایشونو بچه من نگرفتم ازش. بچه ایشونو بررسی بکنیم. من میگم خورده به کی؟ با همین گاد مایل. خیلی عمالی. بنازم یه دونه ورژن خلا داره پلی میده این دوست عزیز و اونم میدونیم دیگه ماینر پویزن یا ماینر پویزن ریمیری. مچا با فکر کنم با حریف دیگه. آره دیگه بله دیزم مچا با پایینیه اینجوری که هستش. خب دریوری هم میندازه. وای هوگ فول باف باشه بنازم. واقعا مچا تورنمنت مچا کیف میده. انصافا مچا تورنمنت کیف میده. خیلی عشق کیف میده. بازی جلوه. اما الان بازی عقبه. الان بازی خیلی عقب تره. دست آماده باش برای نمیدونم اسپری چیزی که الان میگم میندازه. بعد زمان زودتر دست خودت آماده بودش چون باید بدونی که الان دکش دستش گولینگنگه و بر دفاع هم گولینگنگو بندازه. چون هم دیریوریش رو انداخته ماینرش هم که انداخته نایتش هم داخل دستش نیست. پس باید گولینگنگو باید بندازه. تو واسه بعد برای زپ آماده باش دوست گل من. اینو باید بهش توجه کنی. خیلی عمالی. راضی هم از این تورنمنت. بله خیلی بچه تاتنیس پلی میدن. ماشاءالله. مگانایت هم میندازه. یه پرینس هم پشتش به نظر بنده. ماشاءالله بچه کارشو بلده ها. ماشاءالله پسر. مگانایت رو بندازه بچه پرینس هم پشتش. بچه اصلا یه محشری میشه که نگو نپرس. فریز بدی نمیداره حفظ مگانایت ولی خوبه کاش از این همونه ویلی میکرد. فکر نکنم به جایی برسه. آره اصلا فکر نکنم. آره
اینجا به کار میرسه. ببین اینجا فکر کنم به جایی برسه. دستم رو زب و فریز باشه. من میگم جدی میگم. ماشاءالله فریز. ای ماشاءالله بومبر داره دمیج میده. تمام. خیلی بچه تمیز پلی داریم. دوست بچه من بخوام نمره بدم. نمره آره تمام دوستان. اون دیگه بچه شانس نداره برای کامبک. بخوام نمره بدم بچه نمره 9 میدم انصافا. بعد پلی نه اونجا یه زبون میزد مثلا رو پیش بینی گابلینگم به 10 میدادم. ولی خب حالا زیادم مهم نیست. بنازم ببینیم کیو ندیدیم تا حالا. بیاسا رو دیدیم، جوکر رو دیدیم، اینا رو دیدیم، علی هم دیدیم. حس من بیاسا رو ندیدم. ولی خب بریم حالا غزل بررسی کنه. کاش بخوره باشه بریم بیاسا. نه اساتیده خیلی هم عالی. اسپلشار در نمونه لابا کلاسیکس خیلی هم عالی. لابا خیلی خوبه. مچه به نظر من با انصافا نمیدونم. اصلا من دهنم خواه ببندم و بازی رو فقط ببینم. فعلا که اسپلشارد میگم. اسپلشارد لاوا جلوه. ولی فکر کنم یکم به اسپلشارد میگم لاوا باشه. فکر کنم به سودش. وای 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 یه حمله ای کرد یارو. پشتش رو پر کرد. یه گریویار رو پویده. تمام. خیلی راحت رو گرفت. بله کیف کردم. این چند نفر داخل یه ردن. ولی خب هنوز غزل نفر اوله. خیلی هم عالی. کیو بررسی کنیم؟ خب بریم ماش میگم دوست عزیز رو بررسی کنیم. بذار بچه این سامان افسی بچه بررسی کنیم. سامان افسی به نظر من بهتره ببینیمش. حالا بچه از اینجا به بعد یه احتمال زیاد بچه اونایی که پایینن رو نبینم. احتمال زیاد ببرم برای نفر اول دوم سوم چهارم یا پنجم. خب چون بچه دیگه باید سطح بالا ببینیم دیگه. بله تو اینی نباشه یعنی آقا اونایی که پایینن سطح پایینن و نه آقا یعنی ما میخواد بالا رو ببینیم دیگه. ببینیم چیزی با چه دیگه اومدن بالا و چجوری دارن پلی. نه که بالای ریمیدی البته پویزن داره. بله الکترو دراگون داره میره با گولم اینفر. اگه دقت کنیم همه دکا باشه اینفر داره داخل اون مچپا که دیدیم. بخاطر این گولمون لاوا دیگه قشنگ یعنی همودی. و قشنگ لاک اساس فهمش نشه. تو هم داخل دیسکشن براتون میزنم. اونجا ما رو ساب بنماییم. انصافا خیلی با سامان افسی دارم حال میکنم. مخصوصا این دکی که داره پلی میده. گاردش منطقیه. گاردش انصافا من دوست دارم. چون با آف شده خوشم میاد. ولی فور کرکرش عجیبه. باید با فور کرکرش بچه من زد دیگه. میدونین دیگه فور کرکر میشه گفت 600 تا دمیج شد. خیلی عالی. و میبینین دیگه همه سطح بالا گرند دارن، کلاسیک دارن یا رنگ دارن. یکیش بچه کامی هم بودش. کامی اگه نمیدونیم بریم ریاکت قبلی ببینیم. یارو خیلی بد پلی داد و اینجا بعد چیو مینداخت رو تاور. ما این رو به نظر بنده یکوش مثلا به جای نمیدونم چیزی زپی میآورد. چون اکثر همه دیگه اینفر دارن تو وینایت کمی داری. آخ یا خدا خیلی بچه پرو پلیر. خیلی بچه سامان پرو پلیر. فکر کنم بچه ایشون نفر اول بشه ها. اینجا رو بچه یادتون باشه. دارم کی بهتون میگم چه اونجا هم ایدرات دمیج داد و نایت هم سوتی داد. خیلی عمالی گالمه بشه تا ترتمیز. ماشاءالله ای ماشاءالله خیلی بچه دار ترتمیز بده میتونی. ماشاءالله ببینیم چجوریه. دمشون هم گرم. واقعا عشق کردن که بودن داخل تورنمنت. تورنادو بیفایده است. آره بله. به مشابه باشه به غزل نمره 7 میدم. بعد پلی نداد. ایدار یه دونه میزنه. نه ولی فورکرکر چی؟ نه واقعا اینجا هیچ معلوم نیست. واو رفت برای وقت اضافه. اون یک بالای شانس داره یکم. من نمیگم نداره. فول زد دشه. اون یک بالای فول زد چیه؟ فول زد نه مثلا زد دشه. یکم واقعا زد دشه. یعنی یکم که نه زد دشه دیگه. آره خودی همادیم چون اینفر داره زد دشه. بله اگه مثلا به جای اینفر مثلا با اون تاور داشت تسکی داشت مچه با سامان میشد. بله میگم اون دک بالا میتونه کامک بزنی. دو تا دیگه ماینر پویز نکنه بازی جلو میفته. اصلا کامک دیگه نمیزنه.
موزی جلو میافته، لامبرجک میره رو اینفر یا چیه؟ واو خیلی ترتمیز پلی میده نامرد. ولی بچه باز میگم اون دک فول زده که نه زده و اینجا باز میتونه با 4 تا من پوزیشن ببره. یه پوزیشن هم بزن دیگه. آره بله پوزیشن ترتمیزی بود رو گارد، خیلی عمالی. گولم داره میره با این اینفر دفاع میشه یا درست بندازه. بله تمامه کار دوستان گل من کار تمامه. ماشاءالله نیدو به این نمره بچه های 10 بدم به نظر من. اولین 10 همو بدم بعد 30 دقیقه تموم میشه. چقدر زود داره میگذره. خیلی باشتر ترتمیز پلی داد نمره 10. چرا شاید نه، شاید بعضی جا سوتی داده باشه. بله سوتی شاید داشته باشه. من سوتی اولتا ندیدم و خب دیگه زده تو بزنی من نمره بالا میدم. باید دروغ میدم. غزل نفر سوم. این دو نفرم که نفر اولا خیلی باشه عالی. دمشون هم گرم. یعنی چجوریه اینم که پر بکنیم. محمد کجاست؟ محمد 8م. ای بابا ای بابا. این چند نفر دیگه فکر نکنم از بتل بزنن. کسی هیچ بتل نزن. این اکاد دوم منه که با این استارت کردم چون من جم نداشته. خیلی اکادا ببینین 9 تا بیشتر جم نداشت. خیلی باز خیلی نمکم هست بس دیگه. خیلی دوست دارم بی اعصاب بررسی کنم. بی اعصاب یعنی آقا بی اعصاب چیکار میکنه چون من ندیدم ازش تا الان چی. خب ندارم این دوست عزیز از پایینی هم داره بتل میزنه. خیلی عالیه. واقعا من امید دارم براش. خیلی فوق العاده است. لاوا کلاسیک داره پلی میده. چقدر بچه‌ها اگه درکی سندال ببینین یا ماینر پوزین یا لاوا کلاسیکس یا چی گالم گال کم داریم میبینیم. اکثرا لاوا کلاسیک یا ماینر پوزین یا چی ریملی. گابلین خیلی تمیزی انداخت. اینجا هم باید دفاع کنه دیگه نه یا لاوا میندازیم. این فردیراک چی رو انداختی مرد مثلا تو اگه من گفت الان اونجا رو ول کنی بر برای لاوا بالون اشتباه بود این کار. تو من بهت بگم لاوا جلوش رفته نکن خیلی کار درسته. اصلا این کار نبود. شده باید لاوا بالون میکردیم. ماینر چرا حریف انداخت نمیدونم. وان درکش اصلا هیچ جوری باشه درکش بر من نمیگنجه. این فیلم میاد سمتش میره سمت تاور. خیلی شانس دارید مرد. خیلی شانس دارید. میرفت سمت تاور بچه دخلش اومده بود اون بالاییه. اون چی میندازه حریف؟ خیلی دوست دارم بدونم. آخ خیلی باشه تمیز پلی داد. جدی میگم انداخت اونور چون بچه میدونست دستش خرابه و از منظورتون اکسش هم خیلی خوری بچه پرو پلیر ها. اصلا بچه اینجوری داره پلی میده من بهش نمره میدم. نمره بالا میدم. چرا مثل معلمان برخورد میکنم. ولی خب نمره باید بدیم دیگه. بله ولی سامان باشه به نظر ما رنگ یک شیوه تونم تاوتیه. لازم نفر اول بشه داخل این تور. بازی جلوه. بله بازی جلوه. چند بگی خب الان 10 تا اون یارو که جلوتره. الان بچه اون 1800 این ور دمج کرده. اون تاور میفته با این لابو. مثلا این لابو خالی. الان پس اینجوری این از این بیشتره دیگه. یعنی این ور دمج بیشتر کرده. خب کارش هم راحت‌تره. امیدوارم منظورم فهمیده باشی. اینجوری آره جلوتره. لابو اینفر بله باشه زد. اون تیک باشه اینفر داره به نظر من بچه میتونه بگم 10% به سوی لاوا هست. حالا نمیخوام بگم فول جزر بخاطر همین اینفر ولی نه یکم به سود چیه لاواس یکم اون برام با یه فریز افتاد. خیلی عمالی ماشاءالله. با فریز بچه داره قوقا میکنه. خیلی لاوا کلاسیک. آها این دیگه اصلا لاوا کلاسیک نیست بابا. لاوا فریزه. این دیگه لاوا فریز بابا که پارسای من بچه نگو ساخته. خیلی عمالی. یوتیوبر هم هست بریم بچه ببینین. خیلی عمالیه. انتظار این بیام بتل بزنم اصلا بچه نداشتم جدی. آره دیگه بچه زد هستش ناراحت نشین. خیلی این دو نفر این اول نفر اول رو بررسی کنم. خورده محمد نبودی ببینی دیگه شما بررسی کرده. خیلی عمالی. خیلی عمالی. بدون دمیج جلو این دوست عزیز بخوام نمره بدم به ماتچ قبلی بخوام بدم خیلی ترتمیز پلی داد ولی خب نمره 8 بدیم نه یا 9. ماشاءالله فریز. ای ماشاءالله فریز. محمد فشار میخوره. ببخشید واقعا نباید خانم زشه
محمد فشار میخوری تو. گالمه بعد گالم سنگیه. چقدر هم ساعت کارش کمه، یه دونه کمتره. یه حمله مریض الان باید محمد بهش بزنه. خیلی هم مشغول حمله سنگینی بزنه اصلا، یعنی داخل این حمله باید دخلش بیاد. خب بچه مگانایت بندازه. مرسی مگا میلیون. اکسش برای مگانایت میتونم بگم خب اسکوری داشت. ببخشینا البته فریز داری. خب ولی هیچ مگانایت مینداختی به نظر منطقی داره، چون بدون اون دک زب هم داره. به نظر من کار اشتباهی بودش. 90 نیفر دراگ مینداخت بعد مگانایت مینداختی، کار اشتباهه. تو اگه می‌خواستی مگانایت نندازی این فدراگون بندازی و زودتر مینداختی. اینو من بهت بگم که در جریان باشی. خب بازی جلوی محمدیه یه تاور جلوتره، ولی خب اون تاور هم میفته. این کار منظور من حمله نبوده، سیاه روی بوده، چون ایزی دفاع میشه. آره این دیگه پایینی چیه؟ اصلا از اینم چیه؟ اسپیل نداره ولی میتونه محمد اینو محافظت کنه تاورش، ولی خب به نظرم ویل کنه بیاد برای 2، یعنی این دیگه تاورشو بگیره. خیلی عمالی تاورشو گرفت. یه مگانایت از عقب. امیدوارم بچه همه رو دیده باشیم. حالا اونایی که نرفتن بتل خب دیگه اختصاص دارن، شاید 2 نفر نرفتن بتل کلا داخل این تورنمنت. این داره یارو بی امش میکنه، چون من هرچه دیکشم اون دیگه زدشه. آره اون زدشه، چون زب داره زدشه. بله اینجا چه اتفاقی میفته؟ تاور رو 3 میشه، یعنی 3 نشه 2 میشه، یعنی رسما بازی میوزه. اینجا قشنگ قمار کردم من، یا 3 میکنی یا 3 تاورت میره و بازی میوازی. چی میشه اینجا؟ 3. خیلی هم ترتمیز. یه تیر یه زب. واه یه ساکت. الان فریز داره محمد. وای چه کامبک ترتمیزی بود. ای ماشاءالله. من نمره 10 گفتم فریز داره ها، الان دهن سرویسه میزنن اونجا. نخواه اومد نه با 7 بنازم. با ما چه خنده داشت واقعا. عجیب بودش. سامان با یه بطن میاد بالا، خیلی میتونه بیاد بالا، میتونه به رنگ 2 از سامانه بررسی کنه. من میگم اوه خورده به غزل. خیلی عمالی. غزل گرند داره، کلاسیک داره بخش. خیلی عمالی. ایجایی داره میزنه غزل. خیلی عمالی. داره مختلف داره میده که یهو استاک نشه دیگه. خیلی عمالی. فکر بازی خوبی داره. خیلی یعنی من هنوز بچه یادم اون مشاب میفتم، یعنی بچه فشار میخورم، یعنی من بچه جاش فشار خورم. خیلی نمد ایجایانت رو مینداخت شد فارکرکری سندست الان قشنگ دهن سرویس داشت بالا. حالا دمیج دادی بله، ولی خب میتونم بگم دهن سرویس کنون میس میشود اینجا. تمام دوست دارم کار تمام بینسیم کنم. گولم تاور میگیره، میخوره تاور. به میتیر که دمیج هم میده و خیلی عمالی. ولی موندش نه ایدرا گیدون دیگه. ماشاءالله. به سامان دیدیم الان دیگه. دوسته سامان رو من بهش نمره چند بذاریم براش؟ یعنی مثلا چند بدیم بهش؟ 10. از سامان ماشا داره از سطح بازیش دارم خوشم میاد. خیلی هم دارم خوشم میاد. از پیام در نتونستیم ساش اینجا رو بخونم، من نمیتونم زشته. حالا فدا سرتون. حالا عشا دیگه من عشا هنوز تو یاد اون مشروب میفتم. من عشا جیر میخونم من خنده. محمد کجاست؟ محمد سامان 4 بنازم. این دوست دارم 2 نفر بسه بچه. این دوست از نفر اول رو بررسی کنیم ببینیم داره چیکار میکنه. خورده به نفر دوم. خیلی هم عالی. پلیر جذاب مثلا، یعنی از سطح بازیش خیلی خوبه. معلومه پلیگرن جفتشون. من تا اینجا نمیتونستم بیام. بله از تورنمنت دارم لذت میبرم. خیلی هم عالی. 2 نفر داخل لایو و یکیش که منم، یکی هم دیگه از بالاییه. خیلی هم عالی. و تورنمنت واقعا خیلی با صفایی بودش. انصافا حالا بچه مونده یه 25 دقیقه دیگه مونده. حالا ما داریم اینجا صحبت میکنیم 20 دقیقه دیگه مونده. حداقل بچه کلی مشاب بعد ببینیم ما. الکی بچه من اینجا ویدیو نمیتونم. اوه یه راست فکر کنم این رفت سمت اون ور.
مچو بود عقبه. ماینر کنترل خورده بهش. ماینر پویزن هم بهش میگن. مادر پویزن از فیلم گفته. نه ماینر پویزن این همونی هستش که فکر کنم چیه به محمد خورد دیگه. درسته به محمد خوردش با فاصله 23 تا بردش از کینگ تاورش که مونده بود. خیلی عالی. ماینر از عقب اصلا دلیلی نمیدونم نمره. حالا من که داخل لایف تو نیستم من نمره کم بهت میدم. من به این دوست عزیز باید نمره بدم. یکی دست و بالم واسه الان یکیش میرفتم داخل لایف نمره کم میکردم. نه ولی خب اصلا نمره میگیم که آخ 20 دقیقه دیگه بنواسم. خیلی باشه دارم لذت میبرم. خیلی خودم من دارم لذت فراوان دارم میبرم. حالا سعی کنم چقدر مایانه یه دونه داشته باشیم دیگه. بیایم اینجا ویدیو هم بگیریم ریاکت داشته باشیم. دفعه بعدی آقا من جوایز میذارم. فکر کشی یاد همه برای پول میشه گفت برای جوایز بعد دیگه قشنگ 100شونو بزنم. الان دارم 100شونو میزنم ولی خب اون وقت دیگه میشه گفت قضیه ناموسی میشه. آخ فریز کارو سخت میکنه. فوریزه دشه این پایینیه به نظر بنده. چون اینفر هم زب داره هم فریز قشنگ دهنش میشه گفت سرویس. ولی بازی عقبه دو طرف داره دمیج میکنه این رو ول میکنه نه میکنید باشه. بعد جو بازی ببرم بالا دیگه نمیتونم چی کنم. اینجا چی میشه به نظر من؟ باشه میگم ماینر پویزن میزنم بریم بیرون از 30 ثانیه که منتظر میمونم. اگه داخل این حملش اتفاق خاصی نیفتاد میریم بیرون از اسکیپتیکش دیگه. یعنی مثلا شما همه رو ببینیم یعنی از لایوش میریم بیرون و همه رو باید من دقت بکنم و بررسی کنم چون به خاطر هوکش بچه‌ها میگم ببینیم چون میتونه یو با کارت فریز و هوک میتونه خیلی کار بکنه. بذار ببینیم حالا دیگه بچه زیاد مهم نباشه که حالا 10 ثانیه تا ویدیو بره بالا 20 ثانیه تا ویدیو بالا مهم نیست. ما هم ایموت بدیم یه ایموت بدیم همین ایموت رو میدیم که ما هم داریم یعنی عالی. 10 ثانیه دیگه منتظر میمونم دیگه میرم چون اصلا دیگه داخل همین حمله داخلشون نیاره تمام میکنه دیگه. یارو فقط یه جوری میتونه ببره این دوست عزیز اش 23 که داخل همین حمله داخلشو بیاره که میشه گفت داره به یه جایی میرسه. خیلی عجیبه. البته متاسفانه با اون اینفر تابر دفاع میشه. اینفر دوباره بعدی هم سایکل میشه و بریم بیرون یا زوده بریم بیرون بریم بیرون ببینیم چجوریه دنیا دست کیه. نفر اول کیست؟ الفا هم استارتیده مچه باید نفر اول باشه. حالا چیزی باشه که من نمیدونم. سامان افسی باشه باید بررسی کنیم. بذار باشه کلان چک بدیم کی در حقیقت دیگه فشار نخور. من بهش بگم فشار نخور دیگه درست نمیشه باشم نخور چون فکر کنم نمیشم فشار نخور نه حالا اونم منظور بگیره او خورده به محمد یعنی داشتیم دوارش بحث میکردیم. اسپلش یارده محمد معلومه این میدونه این دیگه پایین هم که میدونه دیگه. سامان اول دوستان گل من سامان اوله بعده یه تو دراگون مچه با بالای محمد بعد. ولی حالا بچه الان شاید بگیم خب محمد خب شاید یکم لول کارتش بد یعنی کمتر ولی خب بخاطر یه لول بچه آدم کسی نمیبازه. اگه کسی بخواد بگه من بخاطر لول باختم مثلا 2 تا لولش بیشتره. اکثر کارت محمد 10 نیستش که خب 11 هم داره. آخ تمام کار تمام خیلی داره سامان افسی باشه تمیز پلی میده. خیلی دمت هم گرم خیلی هم عالی. برید داخل دفاع تمومه. یه گول بنداز من اکسی دو بر و به نظر من کار میشه گفت تمومه. پوزیشن رو میندازم محمد خیلی هم عالی. هرگاه یاد اون مچاپ میشد ولی 23 تا بازی و با خیلی بچه فشار داره. خیلی 23 تا کینگ تاور حریف بمونه فکر کن چقدر فشار داره. فضا معلوم زخیمونو پر نامرد ای بابا. حالا این ویدیو چجوری رو آپلود کنیم اینقدر بچه زیاد شده تایمش. بیاین